یکی از جاذبه‌های شهر مونیخ اینجاست، این کلیساه. ولی از نزدیک نگاه میکنی عجب ابهتی داره. نگاه کن رو خیلی ابهت داره. یه کاخی اسمش حالا خیلی ابهت داره. نگاه کن مخصوصا اینش که میبینی اینش واقعا خیلی گنده است. الان تو فیلم بعید میدونم بخواد اون چیزی که هست رو نشون بده. یه دونه حالا کلی هم ویدیو میگیرم. عجب ابهتی داره. نگاه کن خیلی بزرگه. شهر مونیخ مارین پلاتس به اینجا میگن. اینم مرکز شهر اینجا. عجب جاییه، قشنگه، حرف نداره. نکن اینم از نمای بغلش. اینم از نمای بغل مرکز ها. به 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 به. واقعا اصلا نمیدونم. نکن کلیسا از اونجا شروع میشه میاد تا اینجا، از اینجا میره داخل اون کوچه. اون خونه اونجا هم عجب نورپردازی ملسی داره. عجب جای قشنگه اینجا. اینا همه مغازهای لباس و عرضم به حضورت اینجور چیزاستی. حالا ساعت و داخل مغازه اینجوری به نظر میان. نمای ساختمون، نورپردازی های عالی. به به. کلاس داره. تو یکی از شهرهای خیلی خوب آلمان مونیخ، یکی از جاهای دیدنی این شهر